انقدر شهرت از بیرون جذابه. واقعا من اون سالها اصلا نمیدونستم شهرت چیه. من نمیدونستم معروف شدم. من ندیده بودم رو جلد مجلم. بابام گفت یه دور رفتیم خیلیمون براش مهمه و هیجان زده میشه اصلا. گفتم بابا من توی برنامه خندوانه‌ای داره پخش میشه، رفتم از این چیه ستاپ باکسه چیه اون آره. گفتم اینو گرفتم و بذارم شبکه نسیم، من یه برنامه از خندگو الان مسابقه والیبال من بزنم تو رو ببینم. میگه بابا چه اینجوریه. خاطره دارم ازش، مثلا 3 ماه گذشته بود، من هر قسمت توی خندوانه فصل 1 یه اسم داشتم و تیتراژم نداشت. یه آدم بی‌هویت گمنام بودم. 2-3 ماه گذشته بود، بابام می‌خواست بره یه ماشین بخره. گفت بیا بریم معروف شدی اینا، این ماشین تخفیف بگیر اینا. من گفتم حالا اونقدر مخاطب مثلا الان مثلا یا 50-60 میلیون بشناسنت نبود شرایط. همون میزان آدمی که شبکه نسیمو میدید آره خیلی کم اوایلش کم این وسعت نبود. بعد تو چی رفتیم و یه پسر بقایت گوش تلخ اومدیم از تو دفتر اون پسره پله ها بریم پایین که ماشینا رو نشون بدیم. تو راپله بابام یهو گفتش که شناختی آقا نیما رو؟ و من کبود کلم قرمز، گفتم خجالت ولش کنه. گفت شناختی آقا نیما رو یعنی چیکارم داری؟ بذار من حرفمو. گفت باید بشناسم. گفتم نه آقا چرا باید بشناسی؟ گفت باید. بله چرا نشناسی؟ گفت مگه تو نمیگی معروف شدم؟ بعد به من زد دوباره. من گفتم آره میشناسن، خب شاید همه نبینن. خب برای چی پس میایم اینجا تو وقتی تو رو نمیشناسن منو ضایع میکنی؟ من همین جوری کوچیک میشدم و تخفیف گفتم من جون مادر یه تخفیف بده. گفتم حالا ما خیلی خانواده موجهی هستیم دیگه، دیدم شهرت میشه به ما تخفیف بدین؟ گفت ما آدمای خوبی هستیم، ما قیمت همونیم که گذاشتیم تخفیف نداد. بابام گفت نه پسرمو میشناسی نه تخفیف میدن. بابام راه میاد 2 تا بازنده و گوشه بغلم وایساده بودیم.